ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و کیف تکفرون، و چگونه کفر می‌ورزید و انتم تتلا علیکم آیات الله، حالان که خوانده میشد بر بالای شما آیات الله جل جلاله و فیکم رسوله، و در میان شما احادیث رسول الله هست. و من یعتصم بالله، و هر که تمسک بجوید بالله بدین الله، فقد هدی الی صراط مستقیم، به تحقیق راهنموده شده به سوی راهی که آن مستقیم است. هر کسی که و من یعتصم بالله، هر که چنگ بزند بر اسپان محکم الله که کتابش است و شریعتش است، فقد هدی الی صراط مستقیم، و تحقیق راهنموده شده بس راهی که آن مستقیم است و در او کجی نیست. یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانان، اتقوا الله، بترسید از الله، حق تقاته، به حق ترسیدن از وی، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و نمیرید مگری که شما مسلمان باشید. امام بخاری رحمت الله علیه در رابطه به حق تقاته حدیث را روایت میکنه از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت که حق تقاتی ان یطاع فلا یعصی، که همیشه از خدا فرمان ببری نافرمانیش نکنی، و ان یذکر فلا ینسا، ای که یاد الله را بکنی فراموشش نکنی، و ان یشکر فلا یکفر، و ای که سپاس نعمتایش ادا بکنی کفر نورزی. این است میگه حق تقاته. بنان ای مسلمانان، اتقوا الله، بترسید از الله، حق تقاته، به حق ترسیدن از وی، راست بترسید از خدا. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگری که شما مسلمان باشید، به نمیرید مگری که مسلمان باشید. بزرگترین گپ امی است، بزرگترین گپ امی است که نمرید مگری که شما مسلمان باشید. همیشه یک تعداد علما میگه که دیگرها خو از پیش از اعمال میترسن، میگه ما از بعدیش میترسم، پس آن که چی میشود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک نفر اعمال صالح میکنه یک بلس به جنت میاد، یه تو یک کار میکنه دوزخ میره. یک نفر کارهای زشت میکنه در آخر یک بلس به دوزخ میره، تو یک عمل میکنه به جنت میاد. خواتیم اعمال مهم است. و یکی از دوستا خداوند متعال زنده داشته باشش و قصه کرد که یازنی سید قطب رحمه الله به جهاد افغانستان آمده بود و من میماندارش بودم. همیشه از پیش پرسان میکنم که سید شو تو آدم است و سید شو تو انگو. بر من گفت که یک قضیات سید نگو. سید یک انسان بود و خداوند متعال برای ما شما کتاب و سنت داده، به او پیروی کن. هر کسی کتاب و سنت پیروی کرد خودش سید میشود، پیش میرود. با وصفی که سید دوست دارم، ولی در این دین شخصیت گرایی نیست. در این دین شخصیت گرایی نیست، در این منهج است. این منهج بپذیر. بعد گفت، در اخیر برش گفتم چند روز بعد که استاد چی میخوایی و چی هدف داری، آرزوی چیست، آرمان چیست؟ و بر من گفت که من میخوایم مسلمان بمرم. یک برم کوشک شد که یک وقت کردت تیر کردم، چقدر کلان عالم بود، دانشمند بود، آخر یک گپ خورد ترک زدی. نگفتی که روسا شکست بخوره، نگفتی که بیت المقدس آزاد شود، نگفتی که خلافت اسلامی احیا شود، آخر گفتی که مسلمان بمرم. بعد سالهای بعد به این اساس رسیدم که اصل گپ خو امی است که او انسان مسلمان بمر. اگر بیخی بیت المقدس آزاد شود و تو مسلمان نشوی، بر تو چی فایدهش؟ در افغانستان حکومت عمری بسازی، اما تو یک حکومت بسازی،
جنت تو نری چی فایده؟ این مشکل کلان ما افغان است. به دیگرها اسلام هم میخواهیم خب برای خود نه. کلان مشکل ماست. اسلام 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 میگیم و با تاسف که در خود ما نیست. خود ما برش تسلیم نمیشه. قرآن امیره میگه که ای مسلمان از خدا بترسید، بر راست ترسیدن، حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرید مگری که شما منقاد به حکم خدا باشید، مسلمان باشید. واعتصموا بحبل الله جمیعا. ارزشی که ما را خدا ترسی میدهد و کامیاب ما را میکند همان تمسک بر اسبان محکم الله که قرآن است. واعتصموا و چنگ بزنید بحبل الله جمیعا، بر اسبان محکم الله جل جلاله. جمیعا تمامیتان، رئیس و عام مردم، رئیس جمهور و کسی که سرک جارو میکند، کلگی بر اسبان محکم الله چنگ بزنید. همه تان از قرآن بگیرید. جمیعا واعتصموا بحبل الله جمیعا، چنگ بزنید بر اسبان محکم الله جل جلاله. حبل الله قرآن کریم است. حبل الله جماعت اسلامی است. جماعت اسلام. تنها نمیتونی جینا جور بکنی. با تنها به اسلام خدمت کردن نمیتونی. اگر میخوای خدمت به اسلام بکنی در جماعت اسلامی خود تنظیم بکن. کار بکن، با مسلمانا کار بکن تا که سعی متشتت سعی واحد شود. جماعت چی است؟ اسلام است. ولا تفرقوا و پراکنده مشوید، تیت مشوید. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید احسان الله را علیکم برخیش. اذ کنتم اعداء، چون بودید دشمن یکدیگر. فالف بین قلوبکم، الفت داد در میان دلهای شما. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، فشده در پرتو نعمت الله جل جلاله اخوانا، برادران یکدیگر. نمونه با قرآن چنگ بزن. زیرا قرآن از این جامعه که در جامعه گذشته بسیار متشتت بود، بسیار بدبخت بود. ما خود در یک جامعه هستیم که الحمدلله باد دینی قوی تر است. جهالتی که قبلا بود نیست. جهالت هایی که اوس و خزرج میکشتن یک دیگر خدا، باز میگفتن بیا تو زیاد شد یا ما زیاد شد. ایتو میگفتن حال خودتو نیست. حال خودتو الحمدلله یک وقتی است که 2 گروه است در افغانستان تمام روز خرافات انداختن. یک طرف افغان ملتی است، یک طرف پترام خیل. هر 2 گروه های فاسدی هستن که مسلمان ها را پاش باز ساختن تمام روز. حالا هیچ کلمت چطور شد، این کلمت چطور. اصلا استعمار اینا را خود رشد میده تا که مسلمان ها گپی اصلی را فراموش بکنه که آزادی کشورشان، تطبیق شریعت خدا و رسیدن به اهداف بلند دینیشان به او باید وقت پیدا نکنه. بنان تمام روز پشت زبان و قوم و تنظیم و سمت باید بگردن و بسیار جای تأسف است. خب امی 2 گروه فاسد هر دویشان بروند در خوبترین جای، شما باور به خدا بکنید که جای ندارد. تو نمیتونید در یک ولایتی که کاملا تاجیک است بگو ما تاجیک هستم، اما تو بگو 10 نفر میگه بشین خجالت بخور تو مسلمان هستی، اما تو باید میگه. اما تو یک کسی برای در جای پشتونا بگه ما پشتون هستم میتونستم بشین خجالت بکن ما مسلمان هستیم، اسلام در اینجا معیار بر ماست. این قوم و زبان نیست. و پیامبر خدا که اترک هذه نتن، این مسائل بدبوی او سپرتو. من دعا الى العصبیه فلیس منا، هر کسی که به عصبیت دعوت میکنه از ما نیست. و ان صلى و صام، اگرچه نماز بخونه روزه بگیره، الله پیامبر میگه از ما نیست، رخصت است، پشت اهدافت برو. واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه تون بر اسبان محکم الله که قرآن است چنگ بزنید. ولا تفرقوا، دیتو پاشان نشوید. یک نفر بیعقل شد یک کلمه را زد، او را تعلیم بده، او را برش بگو خیر است برادر گرام، یک کمکی که فهمید انشالله با جور میشه. ولی تو بیعقل است، تو هنوز نفهمیدی، صنف اول است. اگر فهمیدی باز خود به خود میفهمی که در اینجا معیارهای دیگه است برای ارزش. ولا تفرقوا واذکروا، یاد بکن نعمت الله علیکم، احسانی که الله بر بالای شما داد. احسان اخوت یک بار یاد بکنیم. در جهاد افغانستان الله جل جلاله تو یک اخوتی را داده بود، تو یک دلسوزی را داده بود،
یک نفر مجاهدین میرفتن در یک جای، کسی استغفر الله پرسان نمیکرد که ای از کدام قوم است، ای از کدام زبان است، از کجا هست. بس مردم میرفتن برش میدویدن، پایش پاچی کن، پایش نمک او بتی، نان برش بتی، یا استغفر الله. کلش به اساس دین، به اساس اخوت، به او میچرخید، نه به این خرافاتی که امروز مطرح است. اذ کنتم اعداء، چون بودی دشمن یک دیگر، فالف بین قلوبکم، پس الفت داد میان دلهای شما، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پس شدید به اساس نعمت الله جل جلاله برادر یک دیگر. این آیات متبرکه که انسان یک بار مطالعه بکنه، بعد به سلسله نتایج ما شما رو میاریم. اولشی که بیان قباحت اهل کتاب و که شکستاندن عهود که با الله بسته کرده بودن، مواثیقی که با الله بسته کرده بودن، این کلش بر ما شما یادداشت داد. تقاضای ایمان، عمل و گرویدن به ارزش‌هایش است و ای که با تمام آیات عمل بکنه، با تمام جزئیات به او پابند بوده باشه. احوال قیامت را برای ما شما داد که در او روز جز عمل صالح چیز دیگری به دردتان نمیخورد و انفاق در راه خداوند متعال و شکری از این را که خداوند متعال ای تو کتاب به ما داد که مرجع است، ای تو مکان به ما داد که مرجع است، ای تو پیغمبر ما داد که مرجع است و به اساس از اون مرجعیت خود را بسازید و جامعه را هم بسازید. و کنتم علی شفا حفرة من النار، و بودید به پرتگاهی از چاه آتش، فانقذکم منها، پس رهانید شما را از آن، به پرتگاهی از آتش بودید. کذالک یبین الله لکم آیاته، همین طور الله بیان میکنه برای شما آیات خود را که به واسطه از او انتظام ببخشید زندگیتان را، لعلکم تهتدون، تا شوید راهیاب شوید. شفا در اصل لغت به معنای کناره، چاه یا خندق را گوید و به معنای لبه دریا یا لبه کدام لر هم اطلاق می شود. استعمال از این کلمه در اینجا به خاطر است که انسان همیشه به اساس از اینکه از جامعه و ارزشش کنار بگیرد در پرتگاه قرار میگیرد که همیشه احتمال سقوط دارد. ولتکن منکم امتون، ولی خطاب بر ما شما میکنه یک تعداد هم تو کارا بکند، تمام روز وقت خود به پشت قوم و سمت و حزب خود وقت بدهد، تمام روز می کارا کرده بود، هدفش امی بوده باشه. صبحی که ما برای پشت همین گپا شروع کنن، دیگر که شام میکنن، نوشتهش امی بوده باشه، دعوتش امی بوده باشه، تلاشش امی بوده باشه، یک تعداد هم تو باید باشه. خورا در جایش بگو در پرتگاه از آتش قرار دارد، او سقوط میکند. خب ما چی باید بکنیم؟ ولتکن، باید باشد منکم، از شما کسایی که میگن لا اله الا الله محمد رسول الله، امتون، گروهی، یدعون الی الخیر، که فرا میخوانند مردم را الی الخیر، به سوی خیر. ایتو یک گروهی در میان شما باید باشد که مردم را به خیر دعوت بکنند. خیر چیز کتاب و سنت است، خیر چیز منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این گروه چی میکند؟ یأمرون بالمعروف، امر میکنن با کارهای پسندیده، و ینهون عن المنکر، و باز میداره از کارهای زشت و بد. اینجا میگه که یأمرو، این گروه چی باید بکنه؟ همیشه دعوت به خیر بکنه. این در خیر دعوت در دو چیز تمثیل میشه، امر بالمعروف، نهی از منکر. معروف به معنای شناخته شده، منکر به معنای ناشناخته. هر چی که شناخته شده است یعنی نتیجه از او ثابت شده به او دعوت بکنه، او چیزی که منکر و زشت و بد است، ناشناخته است، از او مردم را بپرهیزاند. و اولئک هم المفلحون، امی جماعتی که به خیر دعوت میکند، امر به معروف و نهی از منکر میکند، این مردمی هستند که کامیاب هستند. مردم کامیاب همین مردم است. امام احمد از حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت: والذی نفسی بیده، سوگند به ذات عظیمی که نفس ما در دست اوست، لتأمرن بالمعروف، خامخا به کارهای خوب امر باید بکنید، و لتنهون عن المنکر، و از کارهای زشت باید مردم را باز بدارید. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا، یکی که خداوند متعال بر بالای شما عذاب را نازل میکند، من عندی، از جانب خودش،
ثم لا تدعونه فلا يستجیب لكم. باز هر قدر دعا میکن باز اجابت نمیشود، زیرا جامعه که فاسد شد بعد از با دشمنان خدا سرطان قوی میشود، اونا باز اقتدار در اختیار خود میگیرد. ولا تکونوا، ما باشید کالذین، مانند کسانی که تفرقوا، پراکنده شدند، مانند او مردم نشوید. و اختلفوا، و اختلاف کردند با یکدیگر سر سلیقه ها، سر چیزای کوچک اختلاف کردند. تمام روز ببینن که فرقهای ضاله اصلی به جای خود مانده باشه، سیکولرها به جای خود مانده باشه، کمانیستها به جای خود مانده باشه، بیدینا به جای خود مانده، استعمار به جای خود مانده باشه. تو دیگه تمام روز اختلافات سر چیزی بکنی که او دین نیست، این بر نارواست. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ما باشید مانند کسانی که پراکنده شدند، قوم شدند، کلمه زیبای اسلام را به قوم و سم تسلیم کردند. و اختلفوا، اختلاف کردند با یک دیگرشان، من بعد ما جاءهم البینات، بعد از آن که دلایل روشن از هدایت و از احکام واضح در اختیارشان قرار گرفت. و اولئک لهم عذاب عظیم، و همی جماعت که دین را تفرق ببخشد، دین را تکه تکه بکند، تحمل در وجودش نبوده باشد، غیر از خود کسی دیگر را نپذیرد، در حقیقت برایشان عذاب بزرگ است. چه رقم عذاب؟ یوم تبیض وجوه، روزی که سفید کرده شود بعضی از روحها سفید کرده شود، و تسود وجوه، و بعضی از روحها سیاه کرده شود. فاما الذین اسودت وجوههم، پس اما آنانی که سیاه کرده شده روحهایشان با اساس انحراف، تفرق، بدبختی، برشان گفته می شود که اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدید بعد از ایمانتان؟ اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدید بعد از ایمانتان؟ بعد از ایمانتان معیار چی بود؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این معیار بود، بهترین شما متقی ترید است. تو دوم معیار جور کردی، سوم معیار جور کردی، این چیزا را جور که اکفرتم بعد ایمانکم، کافر شدید بعد از ایمانتان، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب را به عوض کافر شدنتان، به عوض کافر شدنتان عذاب را بچشید. باز میگم تعصب گرایی بیدینی است، کفر است، کفر. و اما الذین ابیضت وجوههم، و اما آنانی که سفید کرده شده روحایشان، ففی رحمت الله، در رحمت خداوند متعال می باشد. اما آنانی که و اما الذین ابیضت وجوههم، آنانی که سفید کرده شده به چی؟ به ای که قرآن را منهج خود ساخت، اسلام را دین خود ساخت و پیغمبر را به حیث امام و قائد قبول کرد، این مردم روحایشان سفید کرده شده، ففی رحمت الله، پس در رحمت خدا می باشند. هم فیها خالدون، ایشان در آن رحمت همیشه می باشند. تلک آیات الله، قرآن وقتی گپ خدا خلاص میکنه باز پیام است، پیام برای حفظ میدهد. تلک آیات الله، این احکام الله بود، این ساخته یک بشر نبود، این را کسی دیگه برات نگفته، پارلمان نگفته. تلک آیات الله، این آیات الله هست که مستجمی تمام صفات کمال است. نتلوها علیک بالحق، خواندیم آن را بر بالای تو براستی، بر بالای تو براستی خوانده شده. و ما الله، نیست الله جل جلاله، یرید ظلما للعالمین، ای که اراده بکند ستم را بر جامعه بشری. و ما الله، نیست الله جل جلاله، یرید ظلما للعالمین، که اراده بکند ظلم را بر عالم. مراد از ای که روحا، چقدر روحا سفید میشد، چقدر روحا سیاه میشد، طبیعی است که در وقت سوال نکیره این است. در قبر که گذاشت و آدمی گپ پیش میاد، حال دیگه بیا زبان در قبر داخل شود و دیگه بیا گروه ها و سمت در قبر داخل می شود. نه، اونجا که داخل شود دیگه هم بدبخت میشیم. در اونجاست که کسی با این گپ های بی معنا معتقد نباشد، بلکه به ارزش والاتر معتقد باشد. ففی رحمت الله، در رحمت خدا می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا دارد،
میگه لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا، یکیتان داخل جنت نمیشین تا که مسلمان نباشید، تا که نگوی لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان نمی باشین. بعد میگه که ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مؤمن نمیشین تا که یکدیگر را دوست نداشته باشید، مسلمان نمیشین تا که یکدیگر را دوست نداشته باشید. حضرت انس رضی الله عنه میفرماید که یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مجلس نشسته بود، گفت که یک جنتی داخل مجلس می شود. دیدم که یک نفر عادی از عام مردم داخل مجلس شد. ایره که دیدم که داخل شد، گذشت، ما پشتش رفتم، برش گفتم که می شود که یک در خانه‌ت میمان باشم؟ ما گفتم 1000 بار باش. در خانه دیگه ای میمان میشه که روز خوکی را دیدم چیزی نمیکرد که ما از ما کده فوقتر و برتر باشد. حتما این نفر شو کدام کار میکند که از او یاد بگیریم که من مستحق جنت شد. شو عرب ها در پهلوی یکدیگر خواب میکردن، یعنی صاحب خانه در پهلوی میمان خواب میکرد، نشاید که میمان کدام چیز کار داشته باشد. دیگه من منتظر هستم که علی چی میکند، جای مرا منداخت، جای خودم قرای کده خواب شد، خور 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 کده. یا رب العالمین چی رقم شد؟ صبح وقت به نماز خیز دیگر نماز خواندیم و ما گفتم شاید امشب به خاطر من ایم تو خواب کرده باشه. دیگر شب گفت باز برش گفتم، باز هم برش خواب کردم و باز برش گفتم که ببین اگر تو کدام عبادتی چیزی میکنی من مشکلی ندارم، بیخی آزاد است. باز هم گفت نه من چی نمیکنم، باز سر بالش تا خودم خواب کرد. سوم شب باز هم رقم برش تقاضا کردم، برش خواب کردم، عین کار تکرار کرد. آخر برش گفتم که او بیادرم ما به اصلاح خانه را گم نکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق تو گفت که تو جنتیستی. من میخواستم این کاری که تو اختصاصی میکنی چی است که امور ما هم بکنیم، از این خاطر آمدم. گفت به من گفت که نه برادرم من هیچ کاری دیگه نمیکنم، فقط یک کار میکنم، شب که خواب میکنم با تمام مسلمان ها را میبخشم، همون کسی که من بدم کرد همون را میبخشم و به همش رفع درجات میخوام، در دل خود کینه و بغض و حسد ندارم، همه گیره میبخش. الله به همین خاطر مرا می جای داده. شما فکر بکن، انسانی کینه تو، انسانی که بدخواه، انسانی که دیگران را کوچک بشماره، انسان جنتی نیست، این بدبخت است. سرچپی از او انسانی که دیگران را ببخشه، دوست داشته باشه، محبت بکنه، جنتی. چقدر زیباست حدیث. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات خدا هست، خوانده می شود. نتلوها علیک، می خوانیم آن را علیک بر بالای تو ای پیغمبر، ای مسلمان، بالحق براستی. و ما الله یرید ظلما للعالمین، الله نیست که ظلم بکند به عالمیان. یعنی وقتی که خداوند نعمت را با اخوت و با برادری میخواند، این معنی نیست که حق تو دزدی می شود. اگر تو با مسلمانان زندگی بکنی به حقت میرسی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، به خاطر که قانون خدا را تطبیق بکنیم. میگه مر الله راست آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است و الی الله ترجع الامور، و به سوی الله بازگردانیده می شود همه کارها. هرگاه ما چنین کاری کردیم، یعنی با اساس اخوت شالوده زندگی خود را گذاشتیم، با قرآن چنگ زدیم، با اسلام چنگ زدیم، در حقیقت ما بهترین مردم هستیم. صفاتی که بر ما شما ذکر شد، او صفات در خود بیاریم. از صفاتی که باید نکنیم از او دور شدیم. کنتم خیر امت، هستید شما بهترین مردم، بهترین امت. اخرجت للناس، که بیرون آورده شده، که بیرون آورده شده للناس، برای مردم. تأمرون بالمعروف، امر میکنید به کارهای پسندیده، و تنهون عن المنکر، و منع میکنید از کارهای بد، و تؤمنون بالله، و ایمان میارید به الله جل جلاله. بهترین مردم شما هستید، بهترین من. چرا؟ اخرجت للناس، که بیرون آورده شده برای مردم، مدل و نمونه شما هستید. همیشه که در دنیا میگه صلح و صلح و صلح، و صلح را مسلمان میتونن تمثیل بکنن، مسلمان میتونن تمثیل بکنن، زیرا اقوام، قبیله ها،
رنگها، هر کس در این دین جای دارد و هیچ کس برتری قائل نیست. مسجدشون ببینین، در صف اول هر کس که اول آمد همون میشینه. هیچ کس حق نداره که بگه تو جا بخی که جای ماست. همون یک زیبایی عجیبی دارد. پشت یک امام نماز میخونه، به یک قبله نماز میخونه، به یک الله عبادت میکنه. بدان شما بهترین مردم هستید. چرا؟ تأمرون بالمعروف، امر میکنه به کارهای پسندیده و منع میکنه از کارهای زشت. و تؤمنون بالله، و ایمان میآورید به الله جل جلاله. ولی اگر می صفت در ما نبود، با ما خیر امت هستیم؟ نه. امتی که امر بالمعروف نکند، نهی از منکر نکند، به دینش دعوت نکند، او خوب مردم نیست. و نمیشود که با نام تذکره مسلمان باز به او خوب شود. ولو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم، دروازه را باز میکند، هر کس میتونه در این خیر امت داخل شود. اگر ایمان بیارن اهل کتاب لکان خیرا لهم، این برشان بهتر است. منهم المؤمنون، بعضیشان مسلمان میشن، بعضیشان ایمان میارن مؤمنون. و اکثرهم الفاسقون، اکثرشان چی هستن؟ فاسق هستن. اکثرشان فاسق هستن، به اسم فاعل ذکر میکنن. و اکثرهم الفاسقون، اکثرشان فاسق هستن. لن یضرکم الا اذى، اگر ما بگیم که ما خیر امت خوب است، این کار خو میکنه، خو امر بالمعروف بسیار سخت است، نهی از منکر بسیار سخت است، از این ترسیدی. اگر گفتی امر معروف رو که آدم بکنه با بندی میشود، امر معروف که کنی بازی میشه با 10,000 جنایتی که علیه دعات اسلامی صورت میگیره، با او روبرو میشی. الله میگه ایگه پشت ایگه پای کوشک نگرد. لن یضرکم، هرگز زیان نمیرساند شما را، هر انسان بیدین، هر قوت بیدین، هر گروهی بیدین، الا اذى، مگر رنجاندن زبانی. با منطق که تو نمیتونه، اما تو یک پشت سر تبلیغات شروع میکنه، گپا میگوید، این و آن میکنه. بالفرض و این یقاتلوکم، و اگر روبرو شوند با شما به جنگ، یولوکم الادبار، بعضی قبیل غیرت هستند، پشت دور میتن، یولوکم الادبار، پشت برتان دور میتن و فرار میکند. ثم لا ینصرون، اگر یک بار با پایش خیستی و گفتی که نمیمانمت، باز دیگر کسی نیست که باز اونو مددم بکند، باز مددم کرده نمیشود. ضربت علیهم الذله، زده شده بر ایشان ذلت و خواری، اینما ثقفوا، هر جا که بیا بنشان را، هر جا که یهود بیا بی، الله ذلیلشان کرد، الله بدبختشان کرد. الا بحبل من الله، مگر به دستاویزی از دین الله جل جلاله. مگر ای که پس چی بکنه؟ رجوع به چی بکنه؟ به اسلام بکنه. اگر رجوع به اسلام کرد، باز میبینیم که باز به طور عزت میشه که حرکت بکنه. الا بحبل من الله، میشود به دستاویزی از الله نجات پیدا بکنه، از ذلت بیرون برن به اساس قبول اسلامشان. و حبل من الناس، و به تعهدی که با مردم میکنند، بس ائتلافا را جور میکنند. اسرائیل امروز است در گروی آمریکا، در گروی اروپا، ورنه خودش هیچ چیزم نیست. و حبل من الناس، و باءوا بغضب من الله، و بازگشتن به خشم از الله. و ضربت علیهم المسکنه، و لازم شد بر اینها مسکنت. مسکنه ایران که در هیچ جای از خودش نیست، از تشویش، غربت، بیوطنی، ای جایشان است. ذالک، این به سبب ایست، ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، این ذلت، این خواری، این مسکنت به خاطر از که بودن که انکار میکردن به آیات الله جل جلاله. و یقتلون الانبیاء، میکشن پیغمبران خدا را بغیر حق، بدون دستاویز. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، و این به خاطر از که بودن که نافرمانی حکم الله میکردن، و کانوا یعتدون، و تجاوز میکردن از حریمی که الله برشان تعیین کرده بود. یهود دو وجهه خلاصی دارد، یکی ارتباط با الله که به رجوع به اسلام است، و دومیشی که به اساس ائتلاف هایی که علیه اسلام صورت میگیره در او خود تنظیم بکنه. فعلا در این خود تنظیم کردن و در این صورت هستن که دست بالا دارد. از طرف دیگری در این بعد دوم که با این روبروست، در این بعد چیزی نیست. مسلمان ارزش خود را از دست داده است. مسلمان به عقاید خودش گرویده نیست، با تعهد خودش پابند نیست، ورنه اینا را هیچ قوتی هم نیست. این طرح مسلمان ها هرگاه با قرآن برگردد قوی میشن، صلابت پیدا میکنن. و اون طرف پس ذلت است.
هرگاه مسلمان به می رقم پراکنده و از قرآن دور در مابین خودشان 20 رقم مشکل بوده باشه، الله اونها را تازیانه تأدیبی بر اینها می سازد. اینها را باید ادب بدهد. لیس سواء، همه برابر نیستن اهل کتاب. من اهل الكتاب، از اهل کتاب امت قائمه، گروهی است که استاده براه راست. قائمتون، استاده است براه راست. یتلون آیات الله آناء اللیل، میخوان آیات الله جل جلاله را اوقات شب و هم یسجدون، و حال اینها سجده میکنن. یؤمنون بالله، ایمان به وحدانیت الله دارند. و الیوم الاخر، به روز آخرت دارند. و یأمرون بالمعروف، و کارهای پسندیده امر میکنند. و ینهون عن المنکر، و باز می‌دارند مردم را از کار زشت. و یسارعون فی الخیرات، و میشتابند در کارهای نیک. و اولئک من الصالحین، و این جماعت جمله صالحان است. همیشه در یهود، در نصرانی ها گروهی هستند که ظرفیت قبول حق دارند. هرگاه پیام حق برش برسانی، ایمان هم میارن، اصلاح هم میشن، همه چیز میشن. یعنی کلش نادیده قرآن نمیگیرن. از این خاطر است که تعداد زیادشان از مسلمان شدن. عبدالله ابن سلام، جمعی از علمای یهود اونها مسلمان شدن. بدن که ایار یک وقت مطالعه بکنن، به اساس از این که خوب مردم بودن و خوبی اسلام را شناختن، به اسلام دعوت کردن. این پیام عالی هم است. در جمعی از یهود و نصرانی ها کسایی هستند که از حقایق اسلام خبر ندارن، با مجردی که برش بودی ایمان میارن، خبردار میشن. لیس سوا، همه برابر نیستن. همه گیره خراب فکر نکنی که این رقم شوه که هر کسی که قبلا یهودی بود آلیم برش خراب یهودی بود، آلیم برش نصرانی بود. نه، من اهل کتاب امت قائمه، از اهل کتاب گروهی است که استاده براه راست. یتلون آیات الله، میخوان آیات الله را آناء اللیل، اوقات شب، و هم یسجدون، در حالی که سجده میکنن. ایتو یهود و نصارای هستن که مسلمان شدن، باور بکن انسان باز خجالت بکشد. یک نفر از دوستای ما قصه کرد که مسلمان شده بود، بازور در افغانستان آورده بود. در افغانستان که آورده بود، یکی از روزها اول خوی که در میدانوی پایین شده بود، این زنکه با حجاب، کسی که در میدانوی برای استقبالش رفته بود به حجاب، این کت خواست که اینه مسلمان. باز که در خانهش آمده بود، این حالتها را که دیده بود، این دوم ضربه. تصادفاً کدام یکی از دوستا روسیش است و این زن مسلمان در یا روسی که می رود، این حالت که می بینه، این لندغری را که می بینه، حیران مانده. باز گفت که شما مسلمان هستین؟ همین زن که مسلمان شده برای می شوهرش میگه شما مسلمان هستین یا نیستین؟ میگه مسلمان. چی رقم مسلمان هستین؟ همین رقم اسلام میگه. این قولای زنایتان نسای کنی، این سرای لوچ سجاگی، این رقصشان نسای بکنی. مسلمان همین کارا میکنه. یک نفر نماز نخواند، یک نفر زن در این موبایل نخیز نماز نخواند، همین را مسلمان میگین؟ گفته بود که خوب است که اسلام را از زبان تو قبول نکردیم. این زبان را، اسلام را به اساس شناخت قبول کردیم. اگر نه که شما را کسی بین حالا که مسلمان شد. این راست میگه. بسیار مردم از اهل کتاب نمیال هستن که الحمدلله جوبا برای اسلام میاد، به اسلام میاد، ولی خدا نخواسته کنه افغان ببینه و که به اساس دیدن از این مسلمان شاید بگریزد که چی رقم مسلمان؟ نماز تو نمیخوانی، عبادت خدا را تو نمیکنی، قرآن تو نمیفهمی، دین تو نمیفهمی، خدا مسلمان نمی. و ما یفعلوا من خیر، و آنچه کنن من خیر از خیر، فلن یکفره، الله او را ناشناس نمیداند. و ما یفعلوا من خیر، آنچه کنن من خیر از نیکی، از دعوت، از صلاحیت، فلن یکفره، بس هرگز قدر ناشناسی نمیشه. هرگز الله او را نادیده نمیگیرد. کوچک عمل بکنی الله بر پاداش میده. والله علیم بالمتقین، الله عالم است بالمتقیان. ان الذين كفروا، مسلمان آنانی که کافر شد، لن تغنی عنهم اموالهم، هرگز دفع نکند ایشان مالایشان، ولا اولادهم، نه اولادشان، من الله ای من عذاب الله، از عذاب الله شیئا چیزی را. و اولئک اصحاب النار، و ای جماعه اهل آتش هستند، هم فیها خالدون، و ایشان همیشه در آتش می باشند.
ضرورت برای ازی که چی باید بکنیم؟ مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. اب میشه علیه دین انفاق میشود، علیه دین پول مصرف میشود. نتیجه چی خواهد بود؟ مثل ما ينفقون، صفت آنانی که خرج میکنند، فی هذه الحیات الدنیا، در باب زندگی دنیا، به خاطر انحراف مردم، که مثل ریح، مانند یک باد تندی است، فیها سر، که باشد در آن سرمای سخت، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، که برسد به کشتزار گروهی که ستم کرده بر خود، فاهلکته، پس نابودش بکند. و ما ظلمهم الله، و ستم نکرد الله جل جلاله به ایشان، ولکن انفسهم یظلمون، ولیکن بر خود ستم روا می داشتند. در قرآن گاهی ریح ذکر می شود، گاهی ریاح. هرگاه ریح به صورت مفرد ذکر شود، در مورد عذاب الله او را به کار می داد. ریح فیها عذاب علیم، بادی که در او عذاب دردناک است. و هرگاه به جمع ذکر شود، در اینجا به معنای نعمت است. در اینجا ببینید که صفت آنانی که خرج میکنند در باب زندگانی دنیا، کل هم و فکرش برای دنیایش است. خوب خانه جور بکنه، خوب لکس بکنه خدا و کارا بکنه. مانند باد تندی است که در آن گرمی سرمای سخت باشد. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، برسد به کشتزار گروهی که ستم کرده بر خود، انفسهم بر خود، فاهلکته، پس نابودش بکند تمام کشتزارش را. این نفری که چونین حالت را ببیند، و ما ظلمهم الله، الله بر اینها ستم نکرد، زیرا حق خدا را نداد، ولکن انفسهم یظلمون، و بر خود ستم داشتند. هر کسی که اسلام را نپذیره در حقیقت بر خود ستم کرده است. ستم نمونهش در کجاست؟ چطور کشتزار امت اسلامی خراب می شود؟ چرا مسلمان ها هست و بود خود را از بین می برد؟ به خاطر اینی که به عوض مسلمان کافر را به دوستی می گیرد. اسلام را اعلا بکن، با کافر دوستیش رو کن. از این خاطر خطاب میکند یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانان، لا تتخذوا، مگیرید، بطانة من دونکم، دوستان پنهانی را، من دونکم، بغیر از خودتان. مسلمان هستی، باز برد در استخبارات کافرها اوجا با ثبت نام بکند. الله جل جلاله چه عذاب سخت به این سگا خواد بدهد. خدا مسلمان میداند، باز میرود برای کفر جاسوسی میکند. لا تتخذوا بطانة، مگیرید همراز، من دونکم، بغیر از خودتان، لا یعلونکم خبالا، کوتاهی نمیکن در حق شما هیچ نوع خرابی را. کافر در خرابی شما هیچ نوع دلسوزی نمیکند. ودوا ما عنتم، دوست دارد رنج شما را. کافر رنج تا دوست دارد، تکلیف تا دوست دارد. قد بدت البغضاء من افواههم، به تحقیق آشکار شد دشمنیشان از زبانشان. از زبانشان دشمنی علیه دینت آشکار شده. اعلام کرد که ما جنگ صلیبی را شروع کردیم، ولی که تو بندش میکنی خود دوم گپ است. تو که خدا فریب میتی خود دوم گپ است. تو که قبولش نداری خود دوم گپ است. ورنه خودش قد بدت البغضاء من افواههم، به تحقیق آشکار شد دشمنی از زبانهایشان. این را خب بگذاری، خب یک دفعه گفت که ما جنگ صلیبی را شروع کردیم. و ما تخفی صدورهم اکبر، چی که در سینه هایشان به ضد شما دارد پلانها و نقشه ها، او بزرگتر است از یک کلمه که از زبانش خارج شده. و ما تخفی صدورهم، آنچه که پت نگاه میکند بدتر است، بزرگتر است. قد بینا لکم الآیات، ما بیان کردیم برای شما آیات را، این کنتم تعقلون، اگر عقل دارید. اگر عقل دارید کفایت میکنه و عاقل است، تأمل بکنید. ها انتم، آگاه شوید شما، اولائی تحبونهم، ای مردم دوست می‌دارید ایشان را، ولا یحبونکم، و دوست نمی‌دارد شما را. ها انتم اولا، ای گروه خوب با خبر شوید. خدا به اصلاح در کوچه چپ نزن. اولائی تحبونهم، دوست می‌دارید ایشان را، ولا یحبونکم، شما را دوست ندارد. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به تمام کتاب‌ها ایمان دارید، در حالی که به کتابت ایمان ندارد. و اذا لقوکم قالوا آمنا، و چون ملاقات بکنن با شما باز پلورالیسم پیشکش میکنن.
ما هم برای همه بشریت چی میخوایم؟ صلح میخوایم، آرامی میخوایم و گپا میزنن. قالو میگه آمنا و اذا خلوا، انگامی که تنها شوند با خودشان، غضوا علیکم الانامین من الغیظ، غضوا میگزد علیکم بر ضد شما، الانامل سرای انگشتان را، من الغیظ از بس قهر و غصه‌ای که در مقابل دارد. کافری که با تو خود دوست میگوید تو را که رخصت بکند، از قهرش سر انگشتایش میگزد. کاش که تکت تکت میکردم. قل بگو ای پیغمبر، موتو بغیظکم، بمرید به خشمتان، و خشم خودتان بمرید. ان الله علیم بذات الصدور، الله خوب عالم است با آنچه که در سینه هاست. خوب الله با عالم است. وقتی که این نکته شد که بمرید با آنچه که در سینه هایتان است و این پیام به ما داده شد، موضوع واضح است. موضوع را قرآن روشن کرده، تفسیرش کرده و برای ما شما این حکم میدهد که من حیث یک مسلمان در پهلوی مسلمان قرار بگیرید، نه در پهلوی دشمنان خدا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.